10 درس از حضرت حافظ، صاحب لسان الغیب، ادیب ترین ادیب. اگر شما هم دوست من این 10 نکته را از حافظ بگیرید، زندگی شما گل و گلزار خواهد شد. این دنیای شما و آن دنیای شما شگفت انگیز خواهد شد. این 10 درس ارزشمند را بگیرید و در زندگیتان استفاده کنید. درس اول، آسایش دو گیتی در دو لغت نهفته است: مروت و مدارا. حافظ میگوید آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. دوست خوب من، تا جایی که می توانید با دوستانتان محبت بورزید و با کسانی که با شما خصومت دارد طرح صلح بریزید. آنگونه هست که زندگی شما عالی می شود. در این دنیا به التزاز خوشبختی و لذت می رسید، در آخرت هم به خوشبختی و لذت می رسید. بنابراین لذت و آسایش دو دنیا در مروت و مدارا نهفته است. این اولین درس حافظ است. دومین درسی که به ما می دهد، عمرتان را غنیمت بشمارید. حافظ میگوید شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آید. همین لحظه‌ای که هستید، همین لحظه‌ای که کنار عزیزانتان هستید، همین اکنون که صحتمند هستید، همین اکنون که می توانید کار بکنید، همین اکنون که امکانات دارید که این ویدیو را ببینید و استفاده کنید، قدر این لحظاتتان را بدانید که بعد از روزگار ما، بعد از امروز، روزهای دیگه می آید، شبهای دیگه می آید، سالهای دیگر می آید که ما دیگر نخواهیم بود. پس از تک تک لحظات عمرتان استفاده کنید. این دومین درسی است که حضرت حافظ به ما میدهد. سومین درس حافظ، همه چیز میگذرد، غم هم میگذرد. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دایما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور. اگر مشکلات، اندوه، غم، مشکلات مالی، مریضی، این که شما را کسی درک نمی کند، این که کسی شما را جدی نمی گیرد، این که تلاش می کنید به جای نمی رسید، غم مخورید. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دایما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور. اگر شب است دیگه ناراحت نباش، فردایش خورشید طلوع می کند. اگر در پستی هستید نگران نباش، نوبت بلندی هم می رسد. اگر کودک هستید، جوانی هم وقتش به سر می آید. بنابراین هرگز ناامید نباشید، چون همه چیز می گذرد. از تک تک لحظات عمرتان استفاده کنید. این سومین درسی است که حضرت حافظ به ما می دهد. چهارمین درسی که حافظ به ما می دهد، زندگیتان را خودتان تغییر دهید. حافظ میگوید در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. اگر شرایطی که در اون قرار دارید، وضعیتی که در اون قرار دارید، با علمیتی که اکنون هستید، با مهارتی که اکنون هستید را نمیپسندید، مورد علاقه تان نیست، بر طبع تان نیست، تغییرش بدهید. ما که بت نیستیم، ما که درخت نیستیم، ما که سنگ نیستیم در جای خود استاد باشیم. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. وضعیت را تغییر بدید، شرایط را تغییر بدید. ما سنگ نیستیم که تابع شرایط و محیط خود باشیم. ما می توانیم شرایط خود را تغییر دهیم. این چهارمین درسی است که از این فرزانه ادیب می توانیم بگیریم. پنجمین درسی که حافظ به ما می دهد، اگر می خواهید بزرگ شوید، اسباب بزرگی را مهیا کنید. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنید. ما نمیتوانیم به جایگاه های بلند برسیم مگر اینکه اسبابش را مهیا کرده باشیم. ما نمیتوانیم استاد پاهندون باشیم، نمیتوانیم استاد دانشگاه باشیم تا اینکه سلسله مراتب علمی را نپیموده باشیم. ما نمیتوانیم کتاب بنویسیم تا اینکه ورقهای ضعیف را ننوشته باشیم. ما نمیتوانیم یک قهرمان شویم تا اینکه هر روز زحمت نکشیده باشیم، وزنهای سنگین را بلند نکرده باشیم که از وجود ما آب و عرق سرازیر شود. آنگه می توانیم، چون اسباب بزرگی را آماده کردید. میخواهید پشت بام بروید، شما به نردبان نیاز دارید. میخواهید به بزرگی برسید، نردبان بزرگی را مهیا کنید که همون اسباب است. این پنجمین درسی است که حافظ علیه الرحمه به ما میدهد. ششمین درسی که حافظ به ما میدهد، ریاکاری بدترین نوع کفر است. حافظ از ریاکاران و سالوسگران سخت متنفر بود. می گفت می بخور، مصحف بسوز، آتش اندر کعبه بزن، خادم میخانه باش و مردم آزاری مکن.
دوست خوب من، مردم آزاری، ریاکاری، آنچه که ما باعث می شود که سالوسگر شویم، ریاکار شویم، در بین دیگران خود را آدم خوب بگیریم ولی در پشت پرده آدم بد باشیم، حافظ این را بدترین نوع کفر می دانست. بنابراین دوست خوب من، این ششمین درس است که می توانیم از حافظ بگیریم. هفتمین درس که حافظ به ما می دهد، صلح لذت و شادی می آورد. درختی دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی بی شمار آرد. حافظ به ما میگوید اصالت لذت در صلح نهفته است. خداوند بزرگ میفرماید و صلح خیر، در صلح خیر و خوبی وجود دارد. پس شما هم درخت دوستی را، درخت آشتی را، درخت صلح را بکارید تا کام دل شما به بار بیاید. آشتی کن که آشتی لذتی دیگر دارد. بنابراین هفتمین درس حافظ که به ما میدهد این است که لذت دو عالم در آشتی، صلح و صفا، دوستی و صمیمیت نهفته است. هشتمین درس که حافظ به ما میدهد، اسباب خوشحالی را مهیا کنید. حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. همواره دوستان من، اسباب لذت، آرامش و شادکامی را برایتان مهیا بسازید. تلاش کنید که اسباب خوشحالی را برایتان مهیا بسازید. چه چیزی شما را خوشحال می‌کند؟ چگونه باید خوشحال شوید؟ راه و رسم خوشحالی را برگزینید. کجا بروید؟ با چه کسانی باشید شما خوشحال خواهید شد؟ پس تلاش کنید که اونها را در زندگیتان بیارید، چون زندگی ما تکرار دوباره ندارد. باید از تک تک لحظات خود استفاده کنیم و اسباب خوشحالی را برای خود مهیا بسازیم. نهمین درس که حافظ به ما میدهد، در هر جا سنجیده سخن بگویید. سخن سنجیده گو تا دوست را دشمن نگردانی، ز حرف بی مروت آشنا بیگانه میگردد. تلاش کنید که سنجیده سخن بگویید. گفتند که سنجیده سخن گفتن انسان را عالم و دانا و حکیم نشان میدهد. انسانی که بی‌موجب و بیجا سخن میگوید انسانی است که یاد نگرفته است که چگونه حرف بزند، پس بهتر از خاموش باشد. دوست خوب من، یاد بگیرید قبل از اینکه حرف میزنید حرفتان را بسنجید آنگه بگویید. دهمین درسی که حافظ به ما میدهد، بجا و موقعیت شناس باشید. با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد. این که شما بدانید در کجا چی بگویید خیلی خیلی مهم است. بنابراین دوست خوب من، این 10 نکته را از زندگی این عالم بزرگ، این نابغه بزرگ و این ادیب توانا و این صاحب لسان الغیب یاد بگیرید و بدانید تا کیفیت زندگی شما هم ساخته شود. اگر از این قبیل ویدیوها خوشتان میاد، چنل را سابسکرایب بکنید و زنگوله را هم فشار دید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.